سلام. امروز میخوام در مورد پرده بکارت براتون توضیح بدم. در مورد انواعش کمی به همین که چه تصوراتی راجع بهش وجود داره. انواعش رو شما اینجا مشاهده میکنید. میتونه حالت حلقوی باشه، ممکنه که کنگره دار باشه، ممکنه که یک دیواره‌ای در وسطش وجود داشته باشه. اینا انواع شایعش هست. بعضی از دخترها تصور میکنن که اگر موقع رابطه جنسی خونریزی اتفاق نیفته از پرده بکارتشون، معنیش اینه که هنوز اون پرده بکارت سالم هست. نه، این تصور اشتباهه. شما اگر چند بار رابطه جنسی داشته باشید، پرده بکارت آسیب میبینه، حتی اگر دچار خونریزی نشه. و اون موقع اگر براتون مهم باشه که بخواید گواهی سلامت دریافت کنید، متاسفانه این گواهی ممکنه به شما داده نشه. بنابراین دقت کنید که اگر براتون این مسئله مهم هست، برای کسی که قرار باش ازدواج کنید یا برای خانواده‌تون اهمیت داره، باید بیشتر به این مسئله دقت کنید.